وقتی که میگه مرد بالای مرد میبراید، روایتی هست عرش پروردگار میگوید در حرکت می‌دارد، عرش الهی میگوید می جنبیده است و خداوند میگوید چنان غضبناک میشود از عمل این دو مردی، حتی میگوید غضبش نزدیک است که آسمان را بر زمین بچسباند. لیکن همون حاملان عرش، ملائکه هایی که در اطراف عرش هستند، اونها میگوید چنان به شتاب سوره اخلاص میخوانند. قل هو الله احد، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. فقط صفاتهای خداوند میخواندند، چنان زیاد میخوانند که حتی که میگوید آهسته آهسته غضب خدا خاموش میشده است.